دیکته مینویسه کنده، ریاضی حل میکنه کنده، آزمون میخوای ازش بگیری کنده. هماهنگی دو نیم کره مغز با این بازی‌ها میبری بالا، یهو میبینی دانش آموزا از آخر آبان کلی تیز و فرس شدن. هر بازی که چپ و راست مغز یا راست و چپ بدن رو درگیر میکنه، هماهنگی دو نیم کره رو میبره بالا. همزمان باید چپ و راست رو درگیر کنه. دستاتون اینجوری بگیری جلو هم، یه دونه میزنی وسط این کف دست، یه دونه دست این ور دست، این راست دست چپ دست. یه دست رو سینه بالا و پایین، یه دست رو مشت بزنی. میخوام از اینجا بزنید تو سرتون، این ورم گرد بمالیم. ببین میشه؟ یه لایک بدید. آفرین. حالا این لایک رو نشونش بدید. حالا با این لایک بده، با این نشون بده. بعد دوباره جابجاش کن. دستاتون اینجوری بگیرین، مثل کارگردانا دیدین اینجوری قاب درست میکنن. انگشت اشاره یه دستتون رو شست اون یکی دستش. حالا میخوام این پایینی رو بچرخونید بذاری بالا سرش. تموم شد دوباره پایینی رو بچرخونی بذاری بالا سر. نیاز نیست اینجوری بری بالا، همینجا که هستین میتونین انجام بدید. یه نکته خیلی مهم، تا خودتون یه بازی رو یاد نگرفتید حق ندارید با بچه‌ها انجام بدید.